خب سلام بچه‌ها، من زهرا ترید هستم. اینجام که به شما آموزشایی بدم که هیچ کس تا حالا در موردش هیچ صحبتی نکرده. من اینجا نیستم که اندیکاتورهای مسخره و چیزایی که همه یادتون میدن و دوباره از سر یادتون بدم، بلکه میخوام چیزهایی یادتون بدم که تو ترید هیچ کس بهتون آموزشش نمیده و سوالاتی رو بهتون جواب بدم که تا حالا هیچ کس در موردش صحبت نکرده. پس بدون وقفه میرم سراغ اولین نکات. من نمیدونم که شما الان تو چه مرحله ای از تریدینگ هستین که براتون توضیح بدم. پس میخوام اول بیام از ساده ترین چیزا شروع کنم، از ساده ترین نکات شروع کنم و میخوام که حتما قبل از اینکه این ویدیوها رو ببینین برین و ترید رو، الفبای ترید رو آموزش ببینین و بعد بیاین و ویدیوهای من رو نگاه کنین، چون ویدیوهای من جواب سوالات شما بعد از دیدن الفبای تریدینگ هستش. من روش پرایس اکشن هستش، ولی شما چرا انقدر روی صفحه گوشی من اندیکاتور میبینین شامل ابر کومو، مووینگا و شاید بعضی وقتام از مکدی استفاده کنم؟ به این خاطره که اندیکاتورها به شما یه پلن معاملاتی به هیچ عنوان نمیدن. اگر به شما اندیکاتوری فروخته شده که گفته شده با اون اندیکاتور میتونین مثلا 50% سود بگیرین، 60% سود بگیرین، اشتباهه. من 4-5 سال هستش که توی این حوزم و خیلی وقتها پولم رو بابت این حرفا از دست دادم. پس به این نکته توجه کنید که اندیکاتور به تنهایی به هیچ عنوان نمیتونه به شما سود بده و تنها روشی که به درد میخوره روش پرایس اکشنه. این اندیکاتوران به من فقط و فقط کمک میکنن که ببینم روند در کدوم جهته. بعضیا میگن که نه، یک چارت خالی بهترین گزینه واسه ترید کردنه، ولی من طبق تجربه‌ای که دارم شما میتونین از هر چیزی کمک بگیرین. وقتی مثلا گفتین که الان روندتون تو این نقطه نزولیه، میتونید با استفاده از اندیکاتورها، با استفاده از مووینگ اوریج، ابر کومو، اینا همش باعث میشه که شما یه درصد خطای کمتری داشته باشین. پس اندیکاتورها کمک کنندن. این نیستش که بگیم نه اصلا اندیکاتورها به درد نمیخورن و به کلی بندازیمشون دور. البته این سلیقه شخصی شماست که چجوری یه پلن معاملاتی بسازین. اولین نکته‌ای که میخوام بهتون بگم اینه که اولین دروغی که میان به شما میگن و میگن که بعد از مثلا یه مدت کم، بعد از 1 هفته 2 هفته شما میتونید سود کنید و با استفاده از مثلا اندیکاتور، یا من میام آموزش به شما میدم. اینها کلا دروغ هستش و اصلا به این حرفا اعتماد نکنید و نیاد فکر نکنید که ترید زدن یه کار آسونه و میشه که به راحتی ازش پول در آورد، چون واقعا کار سختیه. باید 3-4 سال وقت تو بذاری تا بتونی ترید آموزش ببینی و با استفاده از پلنی که خودت میسازی سود بگیری. بعد خیلی از دوستانی هم هستن که میان میگن که آقا ما ابتدای کاریم، شما تو هر ماه چقدر درآمد داری؟ سوالی هستش که شاید از هر 10 نفر 8 نفر از من بپرسن که چقدر توی ماه درآمد داری، چقدر توی هفته درآمد داری. باید بگم که دوستان عزیز، این اصلا بستگی به خودتون داره، بستگی به پولی که میذارید، بستگی به روشی که دارید، بستگی به جایی که پیدا میکنید. من به شخصه مثلا تو 1 ماه میتونم بالای $10,000 درآمد داشته باشم. باز هم اون بستگی داره به تعداد پلن‌های معاملاتیتون، به تعداد معامله هایی که باز و بسته میکنید
به وضعیت بازار ممکنه یک ماه اصلا پایین $10,000 باشه، ممکنه یک ماه اصلا $2,000 باشه. این چیزی نیست که من مثلا یک کارمند نیستم که بتونم بگم آره من توی این ماه مثلا $1,000 سود کردم یا مثلا $500 ضرر کردم. ممکنه اصلا انقدر وضع بازار به هم ریخته باشه که تو یک ماه اصلا هیچ تریدی نزنی. پس دوستان این کاری نیستش که معلوم باشه که چی میشه، یا مثلا یک شخصی به شما بگه با استفاده از سیگنال های من بیا ماهی $500 درآمد داشته باش. من خیلی این کارها رو کردم. کپی تریدینگ واقعا افتضاحه. کپی تریدینگی که مثلا خود کارگزاری، خود مثلا صرافی به شما میده که طبق اونا ترید بزنید، اینا همش چرت و پرت دوستان. کسی که میگه سود کردم، درسته یه ماه سود میده، 2 ماه سود میده، بعد ممکنه تو ماه بعدی کلا سوداش از بین بره. به این فکر کنید که اگر اون کپی تریدینگ انقدر خوب بود، اون شخص هیچ وقت نمی اومد این کپی ترید رو بذاره، اون کارگزاری نمیومد کپی ترید رو بذاره که شما بتونید ازش سود بگیرید. چون کارگزاری هایی که با ایران کار میکنن اکثر پولشون رو از ضرر خود افرادی که داخل کارگزاری هستن سودشون رو میگیرن. یعنی سود اونها تو ضرر ماست. پس اونا هیچ وقت نمیرن کاری بکنن که از سود خودشون کم بشه. به این نکته خیلی دقت کنید. بعد خیلی از دوستانم خیلی جالبه به من میگن که تو اگر ترید میزنی و ماهی $10,000 داری، $1,000 داری، $2,000 داری، پس چرا نمیدونم گوشی آیفون 14 نداری؟ پس چرا ماشینت شاسیدار نیست؟ دوستان این اصلا ربطی نداره به اینکه تو داری ماهی $10,000 میزنی و گوشیت حتما باید آیفون 14 باشه. خیر، ممکنه هدف یکی از کار کردن مهاجرت باشه، ممکنه یکی اصلا دلش نخواد پولاشو خرج کنه. پس این اصلا معیار خوبی نیست که بگیم اگر تو داری ویدیو میذاری برای ما، چرا ویدیوت مثلا کیفیتش خیلی بالا نیست، چرا کیفیتش کمه؟ خب این اصلا ربطی نداره به این که من دارم ماهی چقدر دلار در میارم. من به شخصه چون آموزش دیدم از کسایی که واقعا نه پولی گرفتن نه هیچی و با دل و جون به هم آموزش دادن، من هم میخوام آموزش بذارم و به یه عده کمک کنم شاید که زندگیشون بهتر بشه. این جلسه تموم شد. از جلسه بعدی شروع میکنیم به استراتژی هایی که مال خودم هست رو توضیح میدم و تماما ترید لایو میذارم براتون بعد از چند تا ویدیو و آموزشش که مشاهده کنید که اصلا چیز سختی نیست. و این که میگن اگر یه نکته رو همه بفهمن دیگه کسی نمیتونه ازش سود بگیره، چرت و پرته و از یه چیز خیلی ساده میتونید سود در بیارید. البته اینم میگم اون چیز ساده چیزی نیست که بتونی تو 5 روز تو 10 روز یادش بگیری. حداقل زمانی که میخواد 6 ماهه و مدام باید تمرین کنی. آقا مثل گیتار زدن، مثل کار کردن، شما توی 2 روز نمیتونید نجار خوبی بشید، توی 10 روز نمیتونید نجار خوبی بشید، توی 2 روز نمیتونید گیتاریست بشی. باید تمرین کنی، باید تکرار کنی. این جلسه هم به پایان میرسونیم تا جلسه بعدی. خدا نگهدار.